یا آیت گیرید خونید، مثلا سوره مائده آیت 6 یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که شما به نماز برخاستید، وقتی که شما به نماز برخاستید و حالان که شما طهارت ندارید، فاغسلوا وجوهکم، روی هایتان را شویید، و ایدیکم الی المرافق، دستهاتون همراهی آرنج بشویید، و امسحوا برؤوسکم، به سرهاتان مسح کشید، و پایهایتان را تا شیطالنگ بشویید. و درباره غسل و تیمم و در همین آیت، یک آیت از سوره مائده آیت 6 ابتداش با عقیده شروع شد، یا ایها الذین آمنوا، ای اونایی که ایمان آوردید، عقیده هست. آخرش هم با دو نام از نامهای خودش ذکر کرد، و اسما و صفات است و توحید است. و حالا که این آیت بعضی علما میگن که از همه سر مسئله ترین آیت در قرآن کریم است. بعضی علما از همین آیت 1000 مسئله استنباط کردن. 1000 مسئله یعنی به 1000 سوال جواب. همین یک آیت به 1000 سوال مردم جواب دارد. ابن العربی مالکی با چند نفر آدم ها یک شب بعد نماز شام صحرا برآمدند، زیر یک درخت نشستند تا نماز بامداد همین آیت مسئله براری کردیم. میگم ما 800 تا یافتیم، یعنی فهم ما تا همین قدر رسید. یعنی پیشینه ها 1000 تا مسئله هست گفته بودیم.